هذا النور شفاء صدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. آیا کودکان خرده که از عالم گذشتند در قیامت ما را دستگیر می شوند؟ عزیزان و دوستان عزیز، کودکانی که در خردیشان از دنیا گذشتند، پس آنها در قیامت دستگیر پدر و مادر خود می شوند. روز فرزند خردی ابراهیم حربی با نام عبدالله از عالم گذشت. وقتی که دوستان و رفیقانش برای تعزیه بیان کردند به نزد ابراهیم آمدند و او را تسلیت و دلبرداری کردند، اما ابراهیم گفت: ای دوستان من، نزد من تعزیه بیان نکنید، زیرا من خودم دعا کرده بودم که خداوند جان این فرزند مرا بگیرد. دوستانش حیران شدند و گفتند: ای ابراهیم، چرا دعا کرده که خداوند جان فرزند تو را گیرد؟ مگر تو فرزندت را دوست نمی‌داری؟ ابراهیم گفت: شب خواب دیدم که در میدان گرم قیامت هستم و دیدم که یک گروه کودکان خرد در دستان خود کاسه آب دارند و صف کشیدند. وقتی که تشنگی آب مرا غلبه کرد، دویده به نزد آن کودکان صف کشیده رفتم و گفتم: ای فرزندان عزیز، از کاسه آبتان به من کمی آب بنوشانید، زیرا دهانم خشک شده است. آن کودکان به من گفتند: نه، ما به تو آب نمیدهیم، زیرا ما منتظر پدر و مادر خود هستیم. هرگاهی که آنها از دنیا گذرند و به نزد ما بیایند، پس ما این کاسه آب را به پدر و مادر خود میدهیم. ابراهیم میگوید: وقتی این سخن را از زبان آن کودکان شنیدم، پس آرزو کردم که ای کاش فرزند من هم در صف آنها باشد تا در روز سخت قیامت دستگیر من شود. از این خاطر وقتی که از خوابم بیدار شدم، پس دعا کردم که خدایا جان این فرزند خرد مرا عبدالله را بگیر تا در قیامت برایم دستگیر شود. دعای ابراهیم قبول شد و فرزند خردیش از عالم گذشت. اما ابراهیم تماما غمگین نشد، زیرا میدانست که در روز گرم قیامت آن فرزند بیگناهش دستگیرش می شود. دوستان عزیز، البته این سخنها حقیقت دارند، زیرا در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است که اگر از کسی دو پسر و یک دختر و یا کودک از عالم گذشته باشد، پس در روز قیامت دستگیر پدر و مادر خود می شود. عزیزان دل، اگر از شما در هنگام تولد و یا بعد از تولد یا اینکه یگان دخترچه شما یا پسرچه شما از عالم گذشته باشد، پس شما هیچگاه غم نخورید، زیرا شما خوشبخت‌ترین پدر و مادر هستید که آن فرزند خردتان را در روز سخت قیامت دستگیرتان می شود. باقی خدا حافظ. سعادت و خوشبختی شما تمنای همیشگی ماست.